یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نماز تو، روزه تو، حج تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. بفرمایید برادر. علیکم و رحمت الله و شیخ محترم و دیگر برادران موحد. وزید شیخ. الحمدلله برادر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر. جزاک الله حفظ کنه. الله رسالتون ته. امین. شیخ در این مسئله که شرط شروطی تکفیر چند تا هست و کدام هایند و ممانع تکفیر چند تا هست و کدام هایند در این باره بداده با خود ما میگرفتیم انشاءالله. بارک الله فیک. سوالی بینات بزرگ است و سوال خیلی نازک است و سوالی که باید هر یک موحد جوابش رو حفظ بکنه. برادران عزیزم، تکفیر یعنی یک کسی رو کافر گفتن. به خودش شرط دارد، ضوابط دارد، شروط تکفیر دارد، ضوابط تکفیر دارد و این چنین موانع التکفیر وجود دارد در هر نمود تکفیر. اما همین شروط تکفیر و موانع التکفیر در بعض حالات یک قسمش دیده می شود و در بعض حالات دیگر یک قسمش دیده می شود. یعنی در همه نمود کفر و شرک اکبر 100% 100% همیشه ما نمیگیم که شروط تکفیر باید 100% باشد، موانع تکفیر باید 100% اول موانع نابود شود، بلکه در شرک و کفر اکبر یک کمی وجود دارد یک قسمت و در باقی مانده یک قسمت. از همین جهت ما خیلی که در حلقه هایی که جهل در شرک اکبر عذر نیست بیان کردیم، سلف صالح دین و شریعت ما رو به دو قسم تقسیم کردن: مسائلی که ظاهر است و از اصول دین است و مسائلی که خفی است یا احکام است یا جزئی است. بعضی از صفات‌های جزئی فروع گفته میشد، فروعات، یا مسائلی که خفی یا مسائلی که احکام است. در مسائل خفی، در مسائل فروع و جزئی و در مسائل احکام شروط التکفیر و موانع التکفیر حتما نظر کرده میشه. اما در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر شروط التکفیر و موانع التکفیر قسما نظر کرده میشه، نه کاملا. اکنون ما بیان میکنیم شروط التکفیر چند است. بعضی از علما هستند یکی رو داخلی دیگر کرده 4 تا میگن و بعضشون 6 تا میگن، داخل رو بیرون کرده. موانع التکفیر چند تا است؟ 4 تا است. مرجئه ها البته 5-6 تا میگن، لیکن بارک الله فیکم، مرجئه 5-6 تا میگن لیکن 4 تا است. به من زنگ زده ایستادن، زنگ نزنید، به ایما زنگ نزنید. بارک الله فیکم. انا کنون اولین شروط التکفیر، اولین شروط تکفیر، کسی که تکفیر میکند باید داند که همون کسی رو که تکفیر میکند، همون به سبب همون کفر و شرکی که یک کس رو تکفیر میکند، باید همون شرک و همون کفر مجمع علیه باشد یا که مکفر باشد. زیرا که ما کفر داریم و ما شرک داریم که مکفر نه، آدم کفر نمیکند. مثلا شرک اصغر یا که شرک خفی آدم به جهل عذر است، یا کفر اصغر است، یا بعضی کفر که جهل عذر میشد در مسائل فروع یا در مسائل احکام و غیره. آدمی که تکفیر میکند باید یکمین چیزی که داند همین است که در تکفیر عین، بالخصوص در تکفیر عین، باید یکمین چیزی که میداند باید همین است که حتما باید اول همون کفر و همون شرک داند که همین کفر و همین شرک در حقیقت همون عملی که همون انسان انجام داد همین کفر است و شرک است و به کفر بودن و شرک بودنش اجماع هست، یعنی مجمع علیه است، اختلاف نیست. زیرا که مسئله اختلاف باشد مسئله به دیگر طرف میره. اگر یک مسئله یعنی کفر بودنش اختلاف باشد، عذریش رو تکفیر نمیکنه. برای همین مسئله که خیلی مسئله وزین است، بمانند کفر اکبر و شرک اکبر،
یکمین شرط تکفیر همین است که باید شما دانید که پیش از تکفیر کردن همون عملی که یک آدم میکند همون عملش در حقیقت شرک است و کفر است. عمل رو باید دانید که همون عمل کفر است و شرک است، خواه زبانی باشد خواه عملی، و یقین هست. یعنی به اجماع یگون کس اختلاف نکرده است که کفر و شرک است. مثال عادی، یک آدم دیدید که طواف به قبر کرد یا ذبح به قبر کرد یا استغاثه از قبر میکرد، همون عملی که استغاثه از قبر غیر الله میکند، عبادت رو به غیر الله میکند، شما اول عمل باید بینید که همون عمل حکمش چیست. البته میبینید که این عمل این عبادت غیر الله است، یقین است، قرآن سنت اجماع همه میداند، شک نیست که این عمل چی است، شرک اکبر و کفر اکبر است. یکم همون عمل رو باید دانید و به کفر شرک بودنش یقین داشته و حجت داشته باشه، به اجماع باشه. شرط اول. شرط دوم، پیش از تکفیر کردن باید دانید که همون انسانی که شما تکفیر میکنید یقینا به شک یا به شبهه، شما نباید شک داشته باشید، نباید شبهه داشته باشید، باید که یقین 100% دانید و فهمید و دیدید که همون فلان آدم به فلان شرکی اکبر و کفر اکبری که یقین است واقع شد. شما دیدید یا شنیدید. شنیدن هم همین هم کافی است اگر شما را دو آدم موحد خبر داده باشد یا که حتی یک آدم موحد که صادق است و به حجت یک آدم مشهور کافر را گفته باشد. بمانید فلان آدم به حکم غیر الله حکم میکند، شما دیدن تو ممکن است، به خبر شما ندیدید اما خبرش تحقیق کردن ممکن است. یا یک جماعت موحدین به شما گفتن که فلان آدم کفر مرتد است به سبب فلان به فلان شرک واقع شدن، این هم داخل میشه، این هم یقین است. پس شرط دوم این است که شما باید دانید که یک انسان معین به یک کفر و شرک یقینا واقع شد و شما شک ندارید. شما نمیگویید که به نظرم همین آدم کفر کرد یا نکرد، این خیلی نه. شما باید دانید که بله همین آدم کرد، من دیدم، یک، یا من فهمیدم، دو، یا به من این برادرها شهادت دادن، سه، یا که این مشهور است همه میدونن. شرط دوم، اگر شما ندیدید نفهمیدید یقین ندارید تکفیر کردن جایز نیست. البته این شرط شروطی که گفته شدم این درباره آدم معین رفته شده است، من تکفیر معین رو گفته شدم. حالا تکفیر عموم هم یک شرطای دیگر دارد، ما او رو هم حالا ذکر میکنیم، لیکن این شرط معین است. یک آدم معین رو خواستی که تکفیر کنی، اول عملش رو میبینی، دوم عملش دیدی که 100% کفر شرک اکبر است، خودش میبینی که آیا همون عمل انجام داد یا نداد. اگر شک داشته باشی که این عمل انجام داد و نداد انیقنه، تکفیر کردن حق نداره. شکلی که محمد ابن عبدالله میگن که نحن اهل سنت لا نکفر بالشک والظنون، ما اهل سنت والجماعت به شک و گمان تکفیر نمیکنیم. یک آدم به گمان هم گفته تکفیر نمیکنیم، میگیم که یقینا در فلان مسئله به شک واقع شده کفر شده در تکفیر معین. بارک الله فیکم. انا این است شرط دوم، عمل دانستید، انسان دانستید که یقین واخورد و میدانید که بارک الله فیکم انا همون عمل مکفر است. عمل مکفر بودنش دانستید، انسان یقین بودنش دانستید، در این حالت تکفیر معین میکنید. اگر در حالتی که شرط سوم همون انسان به اختیار خودش همون عمل رو کرده باشه، این شرط عموم است، هم در تکفیر عموم، در تکفیری که نوع است یا که نوع هست فرق نداره. شرط سوم همین است که شما باید دانید که همون انسانی که به شرک اکبر و کفر اکبر یقینا واقع شد به اختیار خودش همین عمل رو کرد. چگونه که ما امروز قبوری ها را مشرک میگوییم، میبینیم که جماعه هیچ کس اونها رو به زنجیر نبست، هیچ کس اونها رو لطکوب برای به قبرستان رفتن نکرد، بلکه دین آنها همین قبر پرستی است. به مانند رافضه و قبوری ها ثواب دارد در نزد رافضه ها. قبر پرستی اجرش از الله پرستی زیاد است، قبر پرستی اجرش از عبادت به الله زیادتر است در نزد اینها. در کتاب هاشون در از همین جد میبینید که اینها به اختیار خودشون میرن. یا قبوری های صوفی استغاثه کردن غیر الله، طواف کردن و ذبح کردن، نظر کردن، زیرا که توحید الوهیت ندارند. پس دیدید که اینها به اختیار خود رفتن. سوم شرط، یعنی اینها به اکراه واقع نشدند، یگان کس اینها رو لطکوب کردن نبرد
یا که اینها دیوانه نبودند. اختیار ندارد. انسان دیوانه هم اختیار ندارد. به اختیار خودش رفتن معناش این که اگر دیوانه نباشد، زیرا که دیوانه در حالت دیوانه بودنش حکم کردن برای او جایز نیست. خیلی که حدیث سه بین میگه رفع القلم عن ثلاث و عن المجنون حتی یعقل. قلم برداشته شده است، کار او اختیاری نیست، قصد فعل رو ندارد. و اول با بیان میکنیم یا که کسی که اکراه دارد، از همین جهت اختیار که ندارد ما باید تکفیر نمیکنیم، به اختیار خودش نکرد. اما امروزه مشرکای میبینیم که به اختیار خودش حکم به حکم غیر الله میکند، قانون میبرد، قبر پرستی میکند و غیره و غیره. این همش مشرک است، دفاع از طاغوت میکند، علمانی است، عذری است. چهارمین شرط بارک الله فیکم این است که ای یقصد الفعل، انسانی که تکفیر میکند پیش از تکفیر کردن باید داند که همون مشرک ها انجام همون فعل رو قصد کرده باشد. این از همه شرط نازک است. یعنی قبر پرستایی که امروز به قبر میروند، آیا طواف کردن قبر رو از خانهشون نیت کرده برآمدند؟ قشقر رو از خانهشون کشوله کرده سر قبر میروند، آیا همین انجام دادن ذبح کردن، یعنی انا همون قشقر رو از خانهشون قصد کرده برآمده بودن یا نه؟ یا قبر پرستی در روزهای معین؟ بله، اینها همشون قصد فعل دارند. همه این مشرکی که امروز در روی عالم وجود دارد قصدی کفر ندارد، اما قصدی فعل دارد. قصدی کفر کردن و قصدی فعل کردن این دو چیز از هم دیگر جدا است. من چرا در این مسئله تنبیه میدیم؟ زیرا که مدخلی ها یک قانونی نو برای یک شرط نو تکفیر زیاد کردن. عذری ها، مدخلی ها، عذری و مدخلی ها یک بارک الله فیکم شرط نوی که در تکفیر گذاشتن این است که ای یقصد الکفر. انا من کلمه ای یقصد الکفر معنای تاجیکش همان وقت ما تکفیر کرده میتوانیم که همون کسی که کفر و شرک اکبر رو کرد، مدخلی ها میگه قصدی کفر کرده باشد، مقصدی انجام دادن عملی باشد که من حاضرم این کار کرده کافر میشم گفته باشد، تکفیر کرده میشد. اگر کافر میشم گفته نباشد و جاهل باشد تکفیر کرده نشد. یعنی جاهل از حکم تکفیر نمیکند. از اینجا این مسئله نازک است، همه فهمیده نمیتونن، لیکن خوب دقت بدید. ما میگویم اهل سنت و جماعت، علمای اهل سنت میگن که هر کسی که جاهل از حکم یک عمل است، یعنی عبادت، یعنی طواف در گرد قبر میکند، سجده به قبر میکند، ذبح به قبر میکند، حکمی همینه نمیداند، کفر و شرک بودنش نمیداند، اما همین عمل چخیل بودنش میداند. همین عمل چخیل است، طواف میداند، همین انجام داده شده است، همین میداند که به غیر الله به قبر انجام داده، همه این نمیفهمند. همون عمل قصد کرده از خونش میبرد. این کافر مشرک است، اگرچه حکمش رو ندارد، اگرچه حکمش رو ندارد. الا یقصد الکفر، این شرطی شروط تکفیر به داخل نمیشود. این شروط تکفیر جهمی ها به داخل میشود، زیرا که در این دنیا یگان مشرک، یگان کافر به خاطر کافر شدن و به خاطر مشرک شدن رفته کفر یا شرک را انجام نمیده. حتی همین یهود و نصارا را گوید که آیا تو وقتی که به کلیسا میروی عیسی عبادت میکنی مقصدت کافر شدن است یا نیست؟ مقصدت کفر گفتم نه، نمیگود. یهود و نصارا میگن که مقصدی من کافر شدن نیست، مقصدی من به جنت در اومدن است. و این مشرکایی که رافضه هست، قبوری هست، اینها هم مقصدی کافر شوی کتی به نزد قبر نمیروند، مقصدی مسلمانی، مقصدی عبادت کتی میروند. برای همون اگر ما شرطی مدخلی جهمی ها مونده الا یقصد الکفر را مونیم، شیطان هم کافر نمیشه، زیرا که شیطان هم وقتی که به الله انکار کرد، سجده کردن رو مقصدش کافر شدن نبود، نمیخواست کافر شدن رو، لیکن الله تکفیر کرد. چخیلی که استهزا کننده ها مقصدشون کافر شدن نبود. کنا نخوض و نلعب، ما بازی میکردیم، مقصد کفر شدن نبود، لیکن الله تکفیر کرد. این چنین مقصد چی باشد؟ مقصد انجام دادن همون عمل باشد. چخیلی که استهزا کننده ها در زمان رسول الله، این انسان هایی که بود، قصدی مسخره کردند. مسخره کردن رو فهمیدن که مسخره چی است، کلمه مسخره فهمیدن، شوخی کردن، بازی کردن، همین شوخی بازی قصد کرده کردند، به خبر به وجود نآمد، قصد کتی به وجود آمد. اینها کافرند. هر عملی کفری و شرکی که کفر و شرک بودنش انسان نمیداند اما همون عمل قصد کرده انجام میدهد، کفر میشد. به مانند این که انسان از قبر تبرک جستن یا که از قبر
استغاثه کردن و وسیله گرفتن شرک کفر بودنش نمیداند، اما همون عمل قصد کرده رفته حاضر من این عمل انجام میتونم گفته میکرد، این مشرک است، کافر است. از همین جهت کسی که اکراه شده است انا همون آدم کافر نیست، به خاطر اینکه قصد فعل ندارد. انا می شرط ندارد، دو شرط ندارد. نه آدمی که مکره هست، آدمی که مکره شد یعنی اکراه شد اختیار هم ندارد، یک. دوم قصد انجامی همون فعل هم ندارد. ظاهرا او را زده مجبور میکنن که شرک کفر کند، اما قلبا و قصد همون عمل نکرد. اما مشرکا قلبا قصد همون عمل میکنن، عملی کفری و شرک. شرک کفر بودنش ندونسته، شرک کفر بودنش ندونسته کند، هم وقتی که به قلبش انجام میمونش کرد کافر است. اینها ندونستنشان عیب خودشان است، مشرک و کفر. انا همین شروط است، 4 شروط که انسانی که تکفیر میکند باید داند و بعضی از علما میگن که حجت داشته باشد که در همون فعل آدم تکفیر میشه. خیلی که ما اینا گفتیم درون اول به داخل شد. دو تا دیگر شرط است که ما درون اول دوم به ذکر کردیم. اگر شاید 6 تا، اگر پوشید 4 تا. این رو میگن شروط التکفیر یا موانع التکفیر. یک شرط دیگر زیاد است، این شرط به کفر اکبر ظاهر و به شرک اکبر ظاهر دخل ندارد. ما حاضر شرطی که گفتیم، این شرط هایی که 4 تا یا 6 تا ذکر کردیم، این به چی تعلق دارد؟ این شرط ها به کفر اکبر ظاهر و به شرک اکبر ظاهر تعلق دارد که این به من و شما به همه تعلق دارد. اما به شرک خفی، کفر خفی یا مسائلی که از جزئیات اسما و صفات، مسائل فروع یا مسائل احکام است، به یک شرط دیگر زیاد می شود. آدم باید اهل علم باشد، علم داشته باشد. همین علم داشته باشد از شرط تکفیر است یا نیست؟ در مسائل جزئی، در مسائل خفی، بله علم داشتن این از شرط تکفیر است. کسی که علم ندارد در مسائل خفی نباید تکفیر کند. در مسائل فروع علم ندارد تکفیر نکن. از همین جهت امروز ما یک عده برادرهای میبینیم که در مسائل جزئی یا خفی تکفیر میکنند، خطا میکنند، حتی عذریش رو تکفیر میکنند، خطا میکنند، برای اینکه علم ندارند. از سبب نبودن علم اینها خطا کردند در مسئله خفی. اونها فکر کردند که مسئله ظاهر و مسئله خفی هر دوش یک خیل است. نیست، هر دوش یک خیل نه. شروط تکفیری که در مسائل کبار به مانند کفر اکبر ظاهر، شرک اکبر ظاهر است، این 4 تا این معروف است. اما شروط تکفیری که در مسائل خفی است، این علم هم به این داخل میشه و به این ازالت شبهه هم داخل میشه. در بعض مسائل جزئی ازالت شبهه هم داخل میشه، در شروط تکفیر است. شما تکفیر کردن به حق نداره تا ازالت شبهه نکنید. در کدام مسئله؟ در بعض مسئله های صفات جزئی، در بعض مسئله تکفیر عذر که عذر یکم نه، عذر دوم به ازالت شبهه وجود دارد. در مسئله عذر یکم ازالت شبهه نیست، اما عذر دوم به ازالت شبهه است. این زیرا که مسئله خفی است و مسئله جزئی است و از اصول دین نیست. شما انکنون فهمیدید که شروط تکفیری که تعلق به مسائل کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر 4 تاست و شروط تکفیری که به مسائل بارک الله فیکم خفی و جزئیات تعلق دارد انا این دیگر است و 6 تاست. به همین 4 تا با 2 تا دیگر چی اضافه کرده میشه. همین 4 تا هم شروط تکفیری ظاهر است و هم شروط تکفیر خفی، اما به شروط تکفیر خفی یا مسائل جزئی احکام با 2 تا دیگر زیاد کرده میشه. از همین جهت ما به شما تعلیم میدیم تکفیر مشرکین و قبوری هایی که در مسئله ظاهر باشد، اما به شما در مسائل جزئی اجازت نمیدیم. ما میگیم برادرای موحدم، خواهرای موحدم، به شما فرض است، این از اصول دین شما هست، این واجبات توحید و طلبات لا اله الا الله است، از کفر به طاغوت است، از ملت ابراهیم است که شما مشرکین را که به شرک اکبر ظاهر واقع شدند، کافرهایی که به کفر اکبر ظاهر واقع شدند تکفیر کنید. اگر تکفیر نکنید در ملت ابراهیم نیست، اما بینید که همون کفرش در حقیقت واضح است، کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر است. یک، علم داشته باشید یقینا که همون آدم همون عمل انجام داد. 2، و بعد از این باید شما دانید که همون انسان به اختیار خودش همون عمل انجام داد. 3، و بعد از این دانید که قصد همون عمل کرد، چون استهزا کرد
تکفیر میشد. دشنام الله داد تکفیر میکنید، دشنام رسول الله داد تکفیر، دشنام قرآن دین تکفیر. و یا عبادت غیر الله کرد، توسل از غیر الله گرفت، اسالک شفاعت از غیر الله و ذبح و نذر و دعاش از غیر الله، از قبر پرستی کرد، یا که حکم به حکم غیر الله کرد، یا که مراجعه به محکمه طاغوتی کرد، یا که قانون برآورد، یا حلال و حرام کرد. در همه این مسائل به شما فرض است که تکفیر کنید بعد از دیدن 4 شروط. حتی دیدید که یک آدم به اختیار خودش شرک کرد، کافر است، تمام. به شما فرض است که کافرش بید، تکفیر نکنید، دیده و دانسته خودی آدم تا کافر میشد. اما این در مسئله چی بو میگم؟ کفر اکبر و شرک اکبر. اما در مسئله خفی که از کفر خفی و شرک خفی است، یا در مسائلی که از اصول دین ظاهر نیست و از جزئیات صفاتهای الله است، یا در مسائل احکامی که همه نمیفهمد در بعض از قسمهایش، کسی که علم ندارد در این مسائل تکفیر کردن برای او جایز نیست. زیرا که کسی که علم ندارد در اینجا تکفیر اول را اگر درست کند هم تکفیر عذری را خطا میکند. زیرا که تکفیر عذری که از کفر اکبر و شرک اکبر این دیگر است، عذری که عذر بدهد در کفر اکبر و شرک اکبر حکم این دیگر است، عذری که در مسائل خفی عذر دهد حکم این، هر دو عذری از هم دیگر فرق دارد. مسئله نازک است. برای همین سخنهای علما در مسئله احتیاط کردن در تکفیر، غلو نکردن در تکفیر، زیاده روی نکردن، زود تکفیر نکردن خیلی زیاد است و این تعلق دارد در مسائل خفی. همین علمای سخنشون که نصیحتشون هست در مسائل خفی، جهمی ها آورده همین نصیحت علما در مسائل ظاهر میانزن. نه، مسئله ظاهر تکفیر اسم کردن این به همه ضرور است. بدون در مسئله شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر تکفیر نکردی کفر میشی. اما شروطش رو فهمید. این بود شروط التکفیر در مسائل ظاهر و در مسائل خفی. اما موانع التکفیر 4 است. موانع التکفیر 4 است که ما باید به شما بیان بکنیم. اولا موانع التکفیری که بارک الله فیکم یکمینش رو اکراه میگن. اولین منع کننده تکفیر، موانع التکفیر یعنی شما رو از تکفیر کردن باز میداره. یک آدم به کفر واقع شد، به کفر اکبر ظاهر، یک آدم به شرک اکبر ظاهر واقع شد، شما دیدید اما تکفیر کرده نمیتوانید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک منع کننده آمد و شما رو از تکفیر کردن منع میکرد. این چی است؟ اکراه است. یکمینش اکراه است. همین اکراه هم در کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر، هم در مسائل اصول دین عذر است و هم در مسائل جزئی خفی یا فروعات. در همه مسائل اصول دین اگر یک انسان را کسی اکراه کند، مکره شود، یعنی لطکوب کرده، زده، میده کرده، این انسان به کفر و به شرک و به یگان دیگر شکننده اسلام داخل کند، همین انسان از سبب مجبوری به خاطر نمردن این کفر و شرک رو کند، این انسان کافر گفته نمی شود و من شما حق نداریم که تکفیر کنیم. زیرا که اگرچه کفر و شرک رو کرد اما از کافر شدن این رو منع میکند، از تکفیر کردن منع کننده هست. این چی است؟ وجود دارد منع کننده که اکراه است. الله سبحانه و تعالی در سوره 91 گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کفر بعد ایمانی. هر کسی که بعد از ایمانش کافر شد کافر است. هر کسی که کفر اکبر رو کرد کافر است. اما اگر الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اگر اکراه شده باشد، یک کسی دیگر اینو مجبور کرده، زده، لطکوب کرده، کفر شرک از سبب مجبور کرده باشد، این انسان استثناء است، کافر گفته نمیشه. ولکن من شرح بالکفر صدرا، اما کسی که قلب کشوده میکند به کفر، کفر است. یعنی قصد عمل کسی که کند کافر است، اما کسی که قصد عمل نکند به قلبش، ظاهرا برای فریب دادن و برای نمردن کند، کافر نیست. این آیت قرآن است که الله عذر خودش ذکر کرد. این عذری که الله ذکر کرد آشکار و واضح به همه کفر داخل میشه. انا کنون بعد از این 3 تای دیگر یا 4-5 تای دیگر عذر است که علما ذکر میکنن. مثلا جهل عذر است. جهل موانع التکفیر است، اما در کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر جهل موانع التکفیر نیست. در مسائل خفی، در مسائل جزئیات اسماء و صفات و در مسائل فروع و در مسائل احکام جهل عذر است. در قسم دوم، نه در اصل دین. کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را از سبب جهل کرد، همون عمل قصد کرده انجام داد اما در حکم جهل است، این کافر است.
مشرک است. تکفیر اسم کردن به شما فرض است. انا فهمید که جهل در یک قسم عذر است، موانع التکفیر است در مسائل خفی و فروعات و احکام، اما در مسئله اصول دین کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر، یا در مسئله جاهل موندن در توحید یا در ترک توحید جهل عذر نیست. جاهل بودن گوید خطا کرد و مشرک است. زیرا که الله سبحانه و تعالی جهل را در پهلوی اکراه در کفر اکبر و شرک اکبر ذکر نکرد. زیرا که الله در این اکراه ذکر کرد که این اکراه عذر است در کفر اکبر و شرک اکبر، اما جهل رو ذکر نکرد. چرا الله ذکر نکرد؟ مگر الله فراموش کرد؟ مگر الله و رسول الله ذکر نکرد و ما میکنیم؟ بارک الله فیکم. انا کنون جهل عذر نیست در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر اصول دین و ترک توحید و جهل جاهل موندن در توحید، اما در دیگر مسائل که خفی است عذر است. و این چنین سومین موانع التکفیر، این را علما میگویند بارک الله فیکم التأویل، تعویل کردن. یعنی میگوید که یک آدم قبر عبادت میکند، استغاثه از قبر میکند، میگه که این قبر پرستی نیست، این الله پرستی است، تعویل میکند. ما میگوییم که تعویل در مسائل جزئیاتی که در باب صفات باشد، جزئیات، در مسائل فروع، در مسائل احکام اگر حجت نرسیده باشد، در مسائل خفی اگر تعویل کرده و نفهمیده باشد عذر است. اما در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر عذر نیست، یا در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر خفی اگر علم داشته باشد تعویل عذر نیست. جهل و تعویل در کفر اکبر و شرک اکبر نیست. سومین میگویم عذر را گفتند تعویل، چهارمینش را تقلید میگویند. بعضی ها میگویند که ما مشرکین را مشرک نمیگیم، زیرا که اینها را علمایشان مشرک کردند، علما اینها را به شرک دعوت کردند، این بیچاره ها مقلدند و تقلید عذر است. ما میگیم که خطا هست، بلکه تکفیر بله، بگویم تقلید موانع از موانع تکفیر است، چهارمین موانع هست. اما در کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر تقلید عذر نیست، بلکه در مسائل خفی، در فروع البته که عذر است. اگر کسی که علم نداشته و جاهل و تقلید کرده باشد و حرکت آموزش هم داشته باشد و کوفتیکوف هم داشته باشد، همه مقلد عذر دارد. نمیگه مقلد به دو قسم تقسیم می شود. مقلدی که کوفتیکوف میکند، حق رو میخواهد، اگر حق بیاد قبول میکند، این عذر دارد. مقلدی که متعصب است، کوفتیکوف نمیکند، حق رسد هم قبول ندارد، این مقلد در یگان مسئله عذر ندارد. اگر مسائل جزئیات و احکام باشد هم گناهکار است، گمراه است. مقلدایی که امروز بسیارش است، هم در مسئله کفر اکبر و شرک اکبر مشرک است، هم در مسئله احکام، هم در مسائل جزئیات هم گمراه است، مبتدی است. زیرا که امروز مقلدها بسیارش متعصب است، حق گوی قبول ندارد، این عذر ندارد. و پنجمین موانع تکفیر را میگن الخطا و النسیان، خطا کردن و فراموشی، یا که الهیده اگر ذکر خطا کردن. ربنا لا تؤاخذنا ان اخطأنا، ای الله ما را مؤاخذه نکن زمانی که خطا کردیم. بله، خطا دو نمود است، خطایی که از علم است و خطایی که بگویم خطایی که به قصد فعل است. بعض خطا است که انسان خطا میکند اما انجام دادن همون عمل را قصد میکند. بعض خطا هست که انسان انجام دادن همون عمل را قصد نمیکند و انجام دادن دیگر عمل را قصد میکند، به جای این عمل دیگر عمل میکند. پس خطا هم در کفر اکبر شرک اکبر ظاهر یک قسمش عذر نیست. ببینید امروزه مشرکین اصلا نظر کنید خطا میکنند، قبر پرستا، رافضه ها، قبوری، صوفیا یا علمانی و کسایی که حکم بغیر حکم الله میکنن، قانون میبرن، از یک جگر نظر کنید خطا میکنند. یعنی اینها خطا کردن، نفهمید. خطایی که به معنای جهل است در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. یک، یا خطایی که به معنای قصدی عمل، انجام دادن قصد عمل خطا کردن عذر نیست. یعنی ببینید یک مشرکی که انجام دادن یک عمل رو قصد میکند، از خونش میبرد میگه که من حاضر میرم مراجعت به محکمه طاغوتی میکنم، حاضر من یک قانون میبرم، من حاضر رفته یک طوافچه کرده بیون به قبر، حاضر رفته یک ذبح میکنم، گوید این
قصد کرد همون عمل رو، اما همون عمل کردنش خطا است. خطا کرد یعنی خطاش به معنای جهل، یعنی جاهل است به حکم همون عمل جاهل شد. جاهل رو بعضی خطا میگن، به مانند جهمیه جاهل خطا میگن. خطا کرد، خطا کردنش در اینجا عذر نیست، زیرا که این همون عمل شرکی و کفری رو به قلبش انجام دادن رو اگرچه حکمش رو ندانست و جاهل است، اما انجام همون عمل قصد کرد. همون عمل شرک بودنش ندانستنش خودش کفر شد. اما یک نمودی دیگر خطا هست، خطا در قصد. این در کفر اکبر و شرک اکبر هم عذر است. این به مانند قصد. خیلی که اکراه برای چی عذر است؟ برای اینکه اکراه قصد نداشتن در قلب در انجام یک عمل. خطا هم اگر در قلب، اگر در قصد انسان خطا کند عذر است. به مانند حدیثی که امام مسلم روایت میکنه، حدیثی است یک انسان شترش را گم میکند، خیلی غمگین بود در صحرا، مرگش نزدیک شد، زیرا که در صحرا اگر شتر را فراموش کنید وفات میکنید، زیرا که آب شما قطعی شتر شما رفت، شما تشنه شده وفات میکنید. یک وقت ناامید شده غمگین نشسته بود که شتر خود به خود با گشته آمده پیدا شد. انسان گویا که دوباره حیاتش به نزدش آمد، خیلی سخت خرسند شد و از سبب سخت خرسندی خطا کرد و گفت که اللهم انت عبدی انا ربک، ای الله تو بنده من هستی من رب تو هستم. ببینید شرک کرد یا نکرد؟ بله. کفر کرد یا نکرد؟ بله. خودش رب گفت، الله بنده گفت، اما الله خنده کرد و الله این آدم بخشید همه گناههای کردهش رو. چرا؟ برای اینکه این انسان آیا نیت و قصد کرده بود که حاضر من الله میگویم که تو بنده من هستی گفته؟ آیا به قلبش نیت کرد؟ آیا قصد انجام همون عمل و قول کرد یا نه؟ نکرد. مخالف مشرکین. مشرک ها قصد انجام دادن همون عمل کفری و شرکی میکنند، اما این انسان مسلمان قصدی همون انجام همون قول کفری و شرکی نکرد، بلکه این در قلبش قصد کرده بود که ای الله تو رب من هستی من بنده تو هستم. این فکر کرد که همین خیل گفت، اما زبانش تیز خطا کرد. این رو میگم خطاگی قلب نه، خطاگی زبان. در کفر اکبر و شرک اکبر اگر قلب خطا کند آدم مشرک میشد، قصدی در قصد نه، یعنی قصد فعل داشته باشد، اما قلبش خطا نکند و زبانش خطا کند، این رو سبقت اللسان میگویند، یا این رو میگویند که هیجان، از سبب هیجان به سبب سخت خرسند شدن یا از سبب سخت ترسیدن به هیجان گرفتار شدن این شرک رو انجام داد. در اینجا البته موانع شد از سبب نبودن قصد. یعنی قصد هم یک قسمش عذر نیست و یک قسمش خطا هم یک قسمش عذر نیست و یک قسمی که نبودن قصد باشد عذر است. بارک الله فیکم. و نسیان فراموشی، انسان فراموش کند و شرک اکبر و کفر اکبر رو کند، این کافر است. در شرک اکبر و کفر اکبر فراموشی عذر نیست، زیرا که موحد نباید کفر اکبر و شرک اکبر رو فراموش کند، نباید توحید رو فراموش کند، مگرم در حالت دیوانگی. اگر انسان دیوانه باشد، از عقل بیگانه شده باشد، یا در حالتی بگوییم او جراحی، در حالتی او نرکوس قرار داشته باشد، این دیگر مسئله است. بله این گویا که قصد قلب ندارد، اما انسان عقل دارد، زنده، یگون مشکلی ندارد، زنده سلامت، من فراموش یعنی دیوانه نیست، در زیر نرکوس نیست، عقل دار در جایش هست. انسان بیاید بارک الله فیکم اگر کفر اکبر و شرک اکبر رو کند، نسیان فراموشی نیست، اما همین نسیان و همین خطا البته عذر شده میتواند در مسائل جزئیات و در مسائل فرو و خفی. و یکی از شروط تکفیر را علما عقل هم میگویند. یکی از شروط تکفیر البته اسلام است. اسلام این شرطی همه عبادت است. اسلام شرط همه عبادت است، در جمله شرط تکفیر هم اسلام است. انسان مسلمان باید تکفیر کند مشرک، و این عقل، انسان عقل دار باید تکفیر کند. انسانی که به عقل باشد باید تکفیر کند. شروط تکفیر یکیش این است که انسان باید به عقل باشد و کسی که تکفیر میکرد باید هم به عقل باشد. بارک الله فیکم. انا همین بود مسائلی که از شروط تکفیر است و از موانع التکفیر است، و اونی که به کفر اکبر و شرک اکبر تعلق دارد و اونی که به مسائل خفی و جزئیات تعلق دارد. و این مسئله خیلی نازک است، شما خوب گوش بکنید. هر کسی که همین تسجیل کرده باشد الله برکش دهد. این کسایی که برادرهایی که
به یوتیوب مشغول هستند، اگر همین سخنهای جدا کرده به تلگرام، به یوتیوب، به همه جا پهن کنید، این خیلی یکی از صحبت‌های مفید خواهد بود. بارک الله فیکم. شیخ بخشش در همین مسئله باز یک سوال دیگه پیش میاد اگر اجازه باشه پرسیده باشم. چیز موانع تکفیر در شرک کفر اکبر ظاهرا مختصر محمد ابن عبدالوهاب سه گفتگی همین میگه. جزاکم الله خیر. محمد ابن عبدالوهاب سه گفتگی دریاب ندارم والله اعلم. اگر شما در نظرتون باشد بیان بکنید. والله اعلم در خاطر ما مانده شیخ ان شاء الله اگر که از دیگر علما باشد ان شاء الله میکردین گوش میکردیم و با خودمون میگیریم. بارک الله فیک. و البته این چیزهایی که علما ذکر کردیم این انا همین است و اما شروط تکفیری که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذکر کردن ما نظر میکنیم و البته که به شما بیان میکنیم. بله شیخ روان کرد چیزا ان شاء الله میخونیم چیزای اکراه عقل و به بلاغت رسیدن. بله بله همین مختصرا درباره همین میفهمم. برادر یکی از شروطهای تکفیر بله یکی از شروطهای تکفیر گفتیم عقل است. همین عقل رو یک باره به بلاغت رسیدن میگن، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الصبي رفع الاقلام عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبلغ وعن الصبي وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يبلغ. و بعض از علما یعقل هم میگن. یعنی از همین جهت ابن جریر الطبری میگفتند که در کتاب التفسیر فی معالم الدین میگن که شرط تکفیر بلاغت نیست و شرط کافر شدن یک مسلمان بچه هم بلاغت نیست، بلکه عقلش کارکنیش است. از همین جهت ابن جریر الطبری در کتاب التفسیر فی معالم الدین گفتند هر فرزندی مسلمانی که کودک بود کفر و شرک کرد یا در توحید جاهل است باکی نداره، اما وقتی که به سن تمیز رسید، یعنی 8 ساله 9 ساله 10 ساله 11 ساله شد، حاضر 8 ساله ها کودک است، بگیم حاضر مثلا 9 ساله 10 ساله 11 12 13 ساله هست، توحید به جاهل است، شرک میکند، این کافر است و مرتد است. اگر شرک نکند هم توحید نداند این مرتد است. سبحان الله. ابن جریر الطبری گفتند از همین جهت شروط تکفیر بلوغ مطلقاً بلوغ بماندن درست نیست، زیرا که بلوغ از سن 15 سالگی میشه. اگر از سن سال نگاه کنیم از سن 15 سالگی میشه. از همین جهت عقل ما گفتیم عقل انسانی که عقلش مثل یک مرد شد اگرچه به بلاغت نرسیده باشد. امروز بسیار انسان هست که 10 ساله 12 13 14 ساله است به بلاغت نرسید لیکن عقلش مثل عقل یک مرد کلان است. و در مسئله اکراه گفتیم اختیار، کلمه اختیار همین ضد اکراه است. شروط تکفیر به اکراه داخل نمی شود. اکراه موانع تکفیر به داخل نشود. شروط تکفیر به اختیار گفته می شود. هر کسی که به اختیار خودش همین کفر و شرک رو کرده باشد، یعنی اکراه نداشته باشد. شروط تکفیر به چخیلی که بیان کردیم بارک الله فیکم انا همین است که یک کس کفر رو به اختیار خودش کرده باشد، اکراه نشده باشد. یک دویمش یک کسی که همین عمل رو میکند عقلش به یک درجه انسان بزرگ رسیده باشد یا که بگیم به بلاغت رسیده باشد. حالا که قول راجع به بلاغت رسیدن شرط نیست، بلکه عقل از سن تمیز زنده باشد، 13 14 همین سن باشد. و بارک الله فیکم همون انسانی که همون کفر و شرک رو انجام میده قصد انجام همین کفر و شرک رو داشته باشه. انا همین است. و اگر تکفیر عین کردنی باشد باید همون عمل داند که کفر کننده و شرک کننده است و بعد از عمل دانستن خودی همین آدم باید داند که یقینا به کفر و شرک واقع شد. بارک الله فیک. ما شروط تکفیری هم عموم و هم تکفیر عین ذکر کردیم که این خیلی ضرور است که همه این شروط تکفیر رو انسان بدان. بارک الله فیک شیخ، الله شما راضی باشید ان شاء الله فهمید. جزاکم الله خیر. بخشش از برادرایی که وقتشون نگیرید. نه برادر این مسئله ببخشید نپرسید، این مسئله ضروری بود، خیلی ضروری. الله یستون کنه. بارک الله.